یک جزء مهم اشیا و کلکسیای اثرخوانده ملی تاجیکستان را نسخه های دستنویس و چاپ سنگی تشکیل می دهند که آنها در برگیرنده آثار ماندگار متفکران برجسته ملت تاجیک می باشند و یکی از چنین نسخه های دستنویس این دیوان میرزا عبدالقادر بیدل می باشد که در این گوشه میراث خطی اثرخانه ملی به معرض تماشابینان گذاشته شده است. چگونه که شما در اینجا می‌بینید نسخه اصلی که از جانب کاتب در عصر 19 کتابت شده است و جالبیت این نسخه دستنویس در آن است که چگونه که شما می‌بینید متن اساسی این آثار با خط زیبای نستعلیق در 2 سطر کتابت شده است و اطراف متن باشد با رنگ‌های سرخ، کبود و زرچه جدول بندی شدند که این به زیبایی این نسخه باز یک زیبایی دیگر ضم می‌کند و نسخه از اول تا آخر مکمل بوده، هر یک صحیفه آن رکابه نویسی شده است و چگونه که می‌بینیم این در قسمت بالایی این نسخه میرزا عبدالقادر بیدل کتابت شده است و اولین شعر میرزا عبدالقادر بیدل که با اوج کبریا که از پهلوی عجز سراح آنجا سر موی گر اینجا خم شوی بشکن کلاه آنجا، با این شعر شروع می شود. البته در برابر این که یک آثار دستنویس ماندگار نیاگان تاجیکان می باشد، اینچنین این ارزش بلند تاریخی و فرهنگی و هنری نیز دارد که امروز همچون آثار اصلی نیاگان ما به نمایش گذاشته شدند و البته در میان کلکسیای میراث خطی به مانند دیوان میرزا عبدالقادر بیدل اینچنین دیگر نسخه های دستنویس به مانند گلستان و بوستان سعدی شیرازی و دیگر اشعار از مولانا جلال الدین بلخی، مولانا عبدالرحمن جامی، مجموعه مثنویات و دیگر آثار برجامانده که از گذشتگان ما امروز به ما به میراث ماندند در آثارخانه ملی تاجیکستان حفظ و معرفی می‌گردند و یکی از آنها چگونه ذکر کردیم این نسخه دستنویس دیوان میرزا عبدالقادر بیدل می باشد که همه روزه این نسخه را ده ها هزارها نفر تماشابینان بازدید می نمایند و بار دیگر از تاریخ کتابداری و کتاب آرایی نیاگان ما در دوره های تاریخی آگاهی پیدا می نمایند.